I consider it unfortunate that the occasion of my این را تأسف‌بار می‌دانم که در نخستین سخنرانیم اینجا باید اعمال خشونتبار روسیه را محکوم کنم. به این دلیل تأسف‌بار است که چنین اعمال طی سالها تکرار شده و نماینده‌های ایالات متحده مکرراً آنها را محکوم کردند. نباید چنین باشد. ما می‌خواهیم روابط ما با روسیه بهبود یابد. هرچند وضعیت وحشتناک در شرق اوکراین ایجاب می‌کند که اعمال روسیه در آنجا با الفاظ واضح و شدید محکوم شوند. ایالات متحده با مردم اوکراین ایستاده است که از 3 سال به این سو از اشغال و مداخله نظامی روسیه رنج میبرند. این بحران تا زمان ادامه خواهد یافت که روسیه و جدایی طلبان تحت حمایتش به تمامیت ارضی اوکراین احترام بگذارند. متحده آمریکا اشغال کریمیا را محکوم میکند و خواهان آن است تا اشغال این منطقه به طور فوری پایان یابد. کریمیا بخش از اوکراین است. تحریم های ما بالای روسیه که مرتبط با کریمیا است تا زمان پابرجا خواهد ماند که روسیه اداره این شبه جزیره را دوباره به اوکراین بسپارد. will remain in place until Russia returns control over the peninsula to Ukraine.